درود همجویان عزیز، من بختیار شاهев طبیب خلقی جمهوری تاجیکستان دکتر منوعلی و تجربه کاری من زیاده از 20 سال می شود و در تجربه کاری من بسیار اهمیت دادم که با گردن کار کردن مشکل است. گردن از همه کاری خطرناک است. کمی اگر خطایی کنی ممکن که آدم را از دست دهی، پارالیز شود، یگان جای انسان ای کار میماند. و در تجربه کاری من تمام چندین جمهوری را گشتم، چندین مملکت ها را گشتم، جهان را گشتم و تجربه آموزی کردم. نگاه کردم که با گردن بسیار فعالیت کردن بسیاری ها نمیتوان. میگویند که میتوانیم، لیکن 30-40% فایده میرسد. بعد از 3 ماه 4 ماه یا 2 ماه بیماری باز برمیگردد. و من به خود مقصد ماندم از سال 2015 که همین راه توبت گردن رو حتما یابم. از سال 2015 تا سال 2024 من تحقیقات بردم. هر یک بیمار رو به توموگرافی روان میکردم، تجربه میکردم، باز تحقیقات میبردم، مینویسم و در آخر به خلاصه آمدم و کاری گردن رو، نازکی گردن رو یافتم که وی در حسیات چلیک ها است. اگر چلیک های از حسیات نداشته باشند با گردن کار کردن نمی شود. و در تجربه کاری دیدم که گردن رو گریژه دیسک نه، بلکه اسچفیت ها بسیار ضرر می آورند. اسچفیت بسیار به مشک ها و به تورهای عصب زیر می کند و کانال های و رگ های و راه گریژه را محکم می کند و گریژه هم توری عصب را می زند. و در تجربه کاری من تحقیقات بردم و راه آن را یافتم که حتی می شود که اسچفیت را هم گرفته آهسته کانال را کشایی و گریژه برطرف شود. با گردن کار کردن به حد قین است و در دوام 8 سال 9 سال من تحقیقات بردم و درک این کار را یافتم. امروز از سال 2024 من با گردن کار میکنم. وقتی که انسان با او کار میکنی، کار را رعایت میکند، 2 سال خوب میگردد. اگر مشق‌هایی رو که با او نشان دهیم تا آخر عمر سالم میگردد. اگر مشق را کند، اگر مشق را نکند 2 سال میگردد. و در تجربه کاری پیش دیدم که و در دیگر دکترها و دیگر طبیبان و کسب و دیگر مانوستان دیدم که با گردن پوراساس کار کردن نمیتوانند. کاری آنها همگی 3 ماه یا 4 ماه میبرد. بیمار باز برمیگردد. وقتی که ما از اسچفیت ها رو از تورهای عصب و از کانال ها کشوده میکنیم، انسان 2 سال نقص فایده میگیرد. اگر مشق را کند 1 عمر او را دیگر هم نمیدهد. سلامت باشید. رحمت برای توجهتان.